emphasis emphasize دوتا یک معنی رو میرسونه، اما یکیشون اسم یکیشون فعله، نوشتار متفاوت، تلفظش هم متفاوت. بریم یاد بگیریم که با هم دوباره اشتباه نکنیم تو انگلیسی رو. سلام به شما دوستان عزیز، سجاد شریفیانم و با یه راسته تیپس دیگه با شما دوستان عزیز همراه هستم. توی این راسته تیپس میخوایم در مورد emphasize و emphasis کار بکنیم. میریم روی پاورپوینت و اونا رو یاد میگیریم. هر جای ویدیو رو میبینی اول یه لایک بزن، بریم با هم کار بکنیم. بسیار عالی. خب بریم کار بکنیم، ببینیم کدومش emphasize کدومش emphasis هست. اولیش emphasis اسمه که میبینید نوشتاریشم، جمعش هم emphases هست و میبینید که چه جوری هم جمع بسته میشه. من اینجا میبینم، شما هم تو تصویر دارید میبینید. اینجا دیگه جای ما نیست که همون معنی تاکید میده. یه کلمه به فارسی بخوام بگیم معنی تاکید میده، معنی دقیقش هم گذاشتم اینجا. This point deserves special emphasis که میشه این نکته شایسته تاکید ویژه است. The emphasis should be on the first syllable که برای فونوتیک هم استفاده میشه. تاکید باید روی هجا یا همون بخش اول باشه. این بود از emphasis. چرا اینجوری؟ emphasize هست. emphasize که فعله و دو تا معنی داره، تاکید کردن و اهمیت دادن چیزیه. معنی دیگرش هم میگه یه چیزی رو محکم تلفظ بکنی، اون هم معنی emphasize میده. She emphasized the importance of education که میشه او بر اهمیت آموزش تاکید کرد. و I want to emphasize the need to get this done on time که میشه من میخوام بر لزوم انجام به موقع این کار تاکید بکنم یا تاکید کنم، که این معنی emphasize هست که برای معنی‌های بیشتر هم طبیعتاً میتونید هم توی سایت ببینید این آموزشو که بیشتر مثال گذاشتیم، همین که میتونید توی دیکشنری سرچ بکنید و تمرینتون هر جای ویدیو رو میبینید. No, God, please, no! که وی بر اهمیت صلح تاکید کرد. این یکیشه. یکی هم که این نکته شایسته تاکید ویژه هستم که میتونید یکی از این دوتا رو کامنت بکنید هر جای این ویدیو رو میبینید. اگه تو یوتیوب میبینید که حتما سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت بذارید برامون. اگه توی اینستاگرام میبینید که فالو داشته باشید و مثل همه جای دیگه لایک و کامنت یادتون نره. اگه تو سایت هم میبینید که تمرین رو کامنت بکنید و برای آموزش بیشتر سایت rastazaban.com رو از دست ندید، کلی آموزش رایگان داخلشه. توی ویدیو بعدی